بینندگان گرامی، اینک فصل دی فرا رسید. در کوهساران و کوهپایه ها طبیعت و بر لباسی سفید کرده است. از تماشای چنین منظری زیبا دل و دیده ها شاد می گردد. در وطن آبادمان در وقت خود حکمران گشتن فصلهای سال با تمام فصاحت و نزاکتش ما باشندگان این دیار بهشت آسا را خوشبخت می سازد. شکرانه می گویم که در چنین سرزمین عمر بسر می بریم. خوش آمدی فصل دی ای زمستانی زیبا. بیا بیا گل ناز من بیا، بیا بیا دل جانی من بیا، سری راحت بشینم تو بیایی، فدایت میکنم هرچی بخواهی، ندارم توخفه از جان قیمت‌تر، از آن ترسم که جانم را نخواهی، ندارم توخفه از جان قیمت‌تر، از آن ترسم که جانم را نخواهی. بیا 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 گل ناز من بیا، بیا بیا دل جانی من بیا. نگاری نازنین هستم غلامت، بگیر دستم بور بالای بامت، اگر بالای بامت کسی نباشد، بده بوسه از آن شیرین لبانت، اگر بالای بامت کسی نباشد، یک بوسه از آن شیرین لبانت. بیا 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 گل ناز من بیا، بیا بیا دل جانی من بیا. بیا 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 گل ناز من بیا، بیا بیا دل جانی من بیا، بیا بیا. در عرفه جشن 32مین سالگرد کنستیتوسی جمهوری ازبکستان در شهر و ناحیه و محله ها چاره‌بینی ها بخشیده به این سنه برگزار می گردد. یکی از چنین تدبیر در ناحیه سوخ ولایت فرغانه برگزار گشت. به ناحیه سوخ وکیلان عبارت از عالمان و شاعران، ژورنالیستان، صاحبکاران و نمایندگان مرکز ملی مدنی تاجیکان جمهوری تحت راهبری سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در جمهوری ازبکستان رحمانزاده عبدالجبار تشریف فرمود.
مهمانان را در فرودگاه ناحیه سوخت پیشواز گرفتند. سپس جناب سفیر با اشتراک راهبران سکتورها و کهنسالان ناحیه در دایره لاهی مکان سبز در حدود فرودگاه نهال‌های میوه‌دار و منظروی شنانید. مهمانان از جماعی شهروندان محله حضرت علی و مکتب عمومی تعلیمی 29 ناحیه بازدید نمودند. حضرت علی یکی از محله‌های پیشقدم‌ترین ناحیه سوخت بوده، اهلش از ازل تشبثکار و محنتکش می باشند. اهل دهه تحت راهبری رئیس محلهشان از یک گریبان سر برآورده بینای معموری محله را به طریق حشر بنیاد کردند. مهمانان از بینای نو زمانوی بازدید نموده و مردم محله حضرت علی عرض سپاس نمودند. احسن خواندند که به واسطه با اشتراک اصلاحات تبدیل یافتند. منزل نوبتی مهمانان مکتب 29 ناحیه سوخت بوده. این دبستان واقعا هم یکی از پیش قدمترین مکتب‌ها در حدود ولایت فرغانه می باشد. مهمانان از مکتب رقم 10 واقع در دهی دمیرصد نیز بازدید نمودند. در حدود دبستان بینای علاوگی از حساب بودجه دولتی بنیاد کرده شده، با جهازهای زمانوی تامین کرده شده است. در صحن حولی آن همچون رمز دوستی دو قوم معظم نیم پیکره مولانا عبدالرحمن جامی و شاگرد او میر علی شیر نوایی گذاشته شده است. ما خیلی شاد هستیم که در ناحیه بسیار زیبا منظر باستانی سوخت قرار داریم. ما با دو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شوکت میرزیویف تشکر میگیم برای شما چنین شرایط مهیا کردند. در مدت 1 سال این خیل بینای علاوگی 3 آشانه بنیاد کردن و برای شما تحفه کردن. این البته همت خیلی بلند است. میدانچه خوب ورزشی برای شما بنیاد کردن. برای همه این عملهای نیکی که از طرف حکومت جمهوری ازبکستان به انجام رسیده است، باید شما خوب و اعلی تحصیل کنید، خدمت پدر و مادرتان کنید و کوشش کنید که در آینده با موفقیت مکتب را ختم نموده در مکتب‌های عالی تحصیل نمایید. شاعران ذواللسانین کشورمان که در چاره‌بینی اشتراک کردند، از ایجادات خود شعرها قرائت کرده طبع اهل تدبیر را خوشنود ساختند. آدم زادم برای آدمین جان میکنم. کنده شد گر رشته جان زکین جان میکنم. 100,000 کالس و کی مان که از تخت افتند، رستم گر افتاد از تخت زین جان میکنم. چون ببینم جفت عاشق را زنو عاشق شوم، بشنوم هر جا ودای واپسین جان میکنم. الهی در وجود شما، در دل شما مهرهای شما جاودانه باشد. دنیا مجو، دنیا منم، یعنی انسان است. دریا مجو، دریا منم، یار دل تنهای تو تنها منم، تنها منم. پیشا که قربانت شوم، قربان چشمانت شوم، گه جان فشان گه سرفشان بر موی افشانت شوم. دنیا مجو، دنیا منم، دریا مجو، دریا منم. پیشا که بینم روی تو، دست برم بر موی تو،
تا رنگ و بوی زندگی یابم ز رنگ و بوی تو. دنیا مجوی، دنیا منم، دنیا توی، دنیا مایم. برآمد خوانندگان صاحب استعدادی دبستانی مذکور باشد به اهل چاره‌بینی خیلی پسند آمد. به تدبیر سرودهای دلنشینی هنری نادری یکی از صنعتکاران نامدار سوخ نعمت جان خوجیف تماما حسن نو بخشید. اندک اندک جام مستون میرسد، اندک مای پرستون میرسد، اندک. در مرکز مدنیت ناحیه سوخ تحت شعاری نجات در تعلیم و بخت در دوستی انجمنی بین الخلقی برگزار گردید که در آن عالمان ادبیات شناس، شاعران نامدار کشور و ناحیه سوخ مهمانان از جمهوری برادری تاجیکستان اشتراک کردند. مرکز مدنیت ناحیه سوخ پرپر مهمانان بود و در درآمدگاه مرکز محصولات‌های کشاورزی، هنرمندی ملی و رسته کتاب‌ها و میوه‌های خوش‌طعم سوخ به معرض تماشا گذاشته شدند. مهمانان را میوه‌های صفتناک و خوش‌طعم سوخ خیلی پسند آمد. زعفران سوخ امروز بازار جهان را ضبط کرده ایستاده است. طعم چای زعفران نیز به مهمانان کیفیتی اعلی بخشید. با فرمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان فرمان مخصوص به تصویب رسیده است و امتیازهای خیلی زیادی برای شهروندان ناحیه سوخ معین گردیده است. در اساس همین دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری ازبکستان در یک مدت کوتاه از سال گذشته تا به امروز 6 مکتب تحصیلات میانه عمومی، 8 باغچه کودکانه، بیش از 200 کیلومتر راه‌ها آبیاری و بیش از 200 کیلومتر خط آب کشیده شده است که در هر جا که می رفتیم ساکنان ناحیه سوخ از این آبادکاری‌ها اظهار تشکر می نمودند. ما خیلی شاد شدیم که در همه مکتب‌هایی که در این ناحیه است زبان مکتب‌ها به زبان تاجیکی است و مردم با محبت به زبان، ادبیات، تاریخ خلق تاجیک توجه ظاهر میکنند. عموما حیات، زندگی، روزگار مردم سوخ خیلی نظررس و جالب است و باوری داریم که با گشادن راه‌ها که مستقیما به تاجیکستان و ازبکستان می شود، باز ناحیه کوهستان سوخ آباد می شود، پیشروی‌ها باز هم زیادتر می شود. ما با مهمان نوازی، مهربانی مردم بسیار مهمان نواز سوخ اظهار سپاس می نماییم و امیدوار هستیم که دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک باز هم تحکیم می یابد. واقعا هم فعل سیاست خردمندانه سران دو کشوری همجاور مناسبت‌های دوستانه از نو برقرار گردیده، همکاری بین کشورها در ساحه‌های گوناگون و سطح صفتا نو برآمد. تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها نیز نتیجه این همکاری و مستحکم گردیدن رشته‌های دوستی میباشد. دو روز در سوخ عید و تنتنه بود. این یکی از دقیقه های و لحظه های خیلی هم گوارا و وقوع پیوست، چون که دیدار و ملاقات های آنها در مکتب و مؤسسه ها و همطور با مردم آنقدر ذوق بخش و شوق آور بود که در وجود تمام مردم یک شادی و فرح را لبریز کرد. مثل آن بود که مهمانان خیلی هم با نفوذ به این دیار زیبا منظر و کوهستانی ما تشریف آوردند
و ببینید که با چقدر دستاویز آنها به اینجا تشریف آوردند و دستاویزهای آنها ترغیب کننده معنویت و معرفت، یعنی کتاب ها بود. این رونمایی کتاب ها، تقدیم کتاب ها از آن دلالت میداد که آنها با دست خالی نآمدند، بلکه برای باز هم بیشتر ترغیب کردن معنویت، معرفت و دانش و علم و خرد حصه خود برای مردمی سرخ زمین ما گذاشتند. همچنین در چاره‌بینی شاعران، ادیبان و عالمان ادبیات شناس شرکت ورزیدند. آنها نیز به سخن برآمده در شعر و سخن خود دوستی را ترنم ساختند. در باغی ما خوش آمدید، دوستانی ما خوش آمدید، سرود خوانیم برایتان، همراهی ما خوش آمدید. ایلایا هیچ غم نبینید، در چشمتان غم نبینید، خرسند شوید در این جهان، روزهای نیک کم نبینید. ای دوستان در این بوستان، 4 روز مهمان هر یک انسان. ای دوستان در این بوستان، 4 روز مهمان هر یک انسان. این دنیا یک خار و خسه، وفا نکرد به یک کسی، غنیمت دم عزیزان، بازی کنید یک نفسه. اگر خورد صدای ما، ناله کند نوای ما، ما هم فقط شاد میشویم، هر صد زنید برای ما. ای دوستان در این بوستان، 4 روز مهمان هر یک انسان. ای دوستان در این بوستان، 4 روز مهمان هر یک انسان. ای دوستان در این بوستان، 4 روز مهمان هر یک انسان. ای دوستان در این بوستان، 4 روز مهمان هر یک انسان.